به نام خداوند بخشنده مهربان. پروردگارا، بدون یاری و مدد تو نتوان انجام دادن طاعت داریم و نه امکان دور بودن از معصیت. تنها تو را می پرستیم و تنها از تو مدد می خواهیم. تو شایسته حمد و ثنا هستی. خدایا، شکر و ستایش تو را برای اینکه ما را آفریدی، روزی دادی، هدایت کردی و دانش و فهمیش دادی. حمد و ثنا تو را که ما را از ضلالت نجات دادی و کارهای ما را گشایش بخشیدی. پروردگارا، شکر و سپاس بی عدد بر تو که ما را ایمان بخشیدی، به اسلام مشرف گردانیدی، به ما قرآن عطا نمودی. خدایا، شکر تو را که به ما اهل خاندان بخشیدی، مال بخشیدی و عافیت عطا نمودی. خدایا، شکر تو را که به ما هر چی نیاز داریم آن را عطا کردی و تنها تو عطا کننده هستی. خدایا، تنها تو هستی که به ما پیروزی دادی، روزی فراوان بخشیدی، امن و آسودگی مهیا نمودی، ما را به هم آوردی، هر چی که طلبیدیم به ما دادی. به همه این نعمت ها به تو حمدی بی حد و بی عدد. خدای من، خدایا، شکر و ثنا بر تو به آن همه نعمت هایی که در گذشته به ما عطا نمودی، نعمت های دیدنی و نادیدنی، نعمت های بوده و یا از میان رفته. خدایا، حمد و ثنا بر تو تا از ما خوشنود گردی. حمد بر تو وقتی از ما خوشنود می گردی و حمد و ثنا بر تو برای آنکه از ما خوشنود می گردی. پروردگارا، ای آفریدگار آسمان ها و زمین، داننده آشکار و نهان، صاحب عظمت و اکرام، با تو در این حیات دنیا عهد میکنم و تو را که بهترین شاهد هستی شاهد میسازم که هیچ خدای برحق جز تو وجود ندارد. تو یگانه هستی و شریک نداری و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده تو است. خدایا، تو را شاهد قرار می دهم و شهادت می دهم که وعده تو حق است، دیداری تو حق است، بهشتی تو حق است و دوزخی تو حق است. خدایا، تو را شاهد قرار می دهم و شهادت می دهم که قیامت به یگان شک و شبهه آمده نیست. همه کسانی که در قبرهایشان هستند یقینا زنده می شوند. همه بندگان به مکافات و یا مجازات اعمال خود می رسند. پروردگارا، اگر تو مرا لحظه به حال خود گذاری، حال من ضعف و ناتوانی، خطا و گرفتاری، عجز و درماندگی خواهد بود. پروردگارا، اعتماد و تکیه من تنها به رحمت توست، امید من تنها مغفرت توست، انتظاری من تنها رضای توست. پروردگارا، با لطف و رحمتت همه گناهان مرا مغفرت نما، خطاهای مرا ببخش، زیرا تو توبه پذیر مهربان هستی. خدایا، سلام و درود پیاپی به نور چشم ما فرستاده‌ات محمد
صلی الله علیه و سلم باد. اینچنین به اهل و خاندان او و به یاران باصفای او سلام و درود همیشگی باد.